یک دختر 10 ساله از عائله مهاجران تاجیک شام 2 ایول سال 2022 هنگام استراحت در دهه ارزیورسکی ولایت لنینگراد واقع در کنار شهر سنت پتربورگ غرق شده است. بنا به اطلاع نشریه‌های محلی این دختر همراه مادر و یک دخترش به پلیاژ سوزدلسکی اوزرا آمده بود. دخترک آبازی رو نمیتوانست ناگهان غیب شده است. مادرش ناپدید شدن دخترش رو فهمیده چند دقیقه او را جستجو کرده است و از بس که یافتن نتوانست به نجات بخشان مراجعت کردند. نجات بخشان بعد یگان 15-20 دقیقه جسد دخترک را از قعر آب بیرون آوردند. طبیبان یاری تاجیلی در آب به بیمارستان و همین طور بعداً طبیبان شعبه ریانیماسیون دانشگاه پدیاتری پتربورگ تلاش کردند که دخترک را که در حالت مرگ کلینیکی قرار داشت به هوش بیارند، ولی متاسفانه این همه تلاش‌ها نتیجه نداد و طبیبان نتوانستند دخترک معصوم را از چنگ مرگ نجات دهند. بنا به اطلاع دریافتی این دخترک امگی چند ماه پیش همراه والدانش از تاجیکستان به پتربورگ آمده و هنوز در اینجا حتی دوگانه و دوست پیدا نکرده بود. والدانش تازه سندهای او را درست میکردند که امسال در پتربورگ به مکتب برود. هر سال در روسیه به علت‌های گوناگون، اساساً به علت‌های حادثه‌های ناخوش، تو هزار مهاجر از تاجیکستان از جمله 10 کودک تاجیک میمیرند.